سلام بچه‌ها، خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از کانال تایمر فکت. امروز می‌خوایم در مورد یکی از معروف‌ترین و هیجان انگیزترین شهرهای دنیا صحبت کنیم. شهر شهید پرور نیویورک. این شهر همیشه پر از انرژی و هیجانه و اتفاقات جدید هر روز توش میفته. پس با من همراه باشید تا یه سفر به این شهر شگفت‌انگیز داشته باشیم. Let's go. اول از همه بریم سراغ تاریخ نیویورک. این شهر مثل خیلی از شهرهای بزرگ دنیا یه تاریخ طولانی و پیچیده داره. نیویورک اولین بار در سال 1624 توسط هلندی‌ها تأسیس شد و اسمش رو گذاشتن نیو آمستردام. اما وقتی انگلیسی‌ها اومدن و اینجا رو گرفتن، اسمش رو عوض کردن به نیویورک به احترام دوک یورک. نیویورک خیلی زود به یک مرکز تجاری و اقتصادی تبدیل شد و حالا یکی از مهمترین شهرهای دنیا برای بورس، بانکداری و تجارت به حساب میاد. از همون اول هم آدمای زیادی از سراسر دنیا به اینجا اومدن و این باعث شد که نیویورک به یک شهر خیلی چند فرهنگی تبدیل بشه. در قرن 19 نیویورک به عنوان دروازه ورود مهاجران به آمریکا شناخته میشد و جزیره آیلز آیلند به عنوان مرکز اصلی ورود مهاجران عمل میکرد. این موضوع باعث شد که نیویورک به یک شهر با تنوع فرهنگی بی‌نظیری تبدیل بشه. نیویورک شهریه که از 5 بخش اصلی تشکیل شده: منهتن، بروکلین، کوینز، برانکس و استاتن آیلند. هر کدوم از این بخش‌ها یه دنیای خاص خودش رو دارن و ویژگی‌های منحصر به فردی دارن که اونا رو از هم متمایز میکنه. بیاین به هر کدوم از این مناطق با جزئیات بیشتری نگاه کنیم. منهتن، قلب تپنده نیویورک. منهتن معروفترین و پرجنب و جوش‌ترین بخش نیویورکه. اینجا مرکز اقتصادی، فرهنگی و هنری شهره و بیشتر جاذبه‌های معروف نیویورک تو این منطقه قرار دارن. تایمز اسکوئر، این میدان معروف نماد شلوغی و هیجان نیویورک با تابلوهای نئون بزرگ و نمایش‌های خیره کننده. تایمز اسکوئر همیشه پر از توریست و مردم محلیه. اینجا مرکز تئاتر برادوی هم هست، جایی که میتونید بهترین نمایش‌های موزیکال و تئاتری دنیا رو ببینید. سنترال پارک، این پارک 347 هکتاری ریه‌های سبز منهتنه. سنترال پارک یه جای عالی برای فرار از شلوغی شهره. میتونید توی این پارک دوچرخه سواری کنید، قایق سواری روی دریاچه رو تجربه کنید یا حتی توی فصول مختلف از نمایشگاه‌های هنری و کنسرت‌های رایگان لذت ببرید. امپایر استیت بیلدینگ، این آسمان خراش نمادین با 102 طبقه یکی از بلندترین ساختمان‌های نیویورکه. میتونید به بالای این ساختمان برید و از نمای پانورای شهر لذت ببرید. وال استریت، این خیابان معروف مرکز مالی دنیاست. ساختمان‌های بزرگ بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری توی این منطقه قرار دارن. همچنین مجسمه گاو چرونده که نماد رونق اقتصادی توی این خیابون قرار داره. محله چایناتاون و لیتل ایتالیا، این دو محله تنوع فرهنگی منهتن رو نشون میدن. چایناتاون پر از رستوران‌های چینی و فروشگاه‌های سنتیه، در حالی که لیتل ایتالیا با کافه‌ها و رستوران‌های ایتالیاییش معروفه. موزه متروپولیتن، یکی از بزرگترین و معروفترین موزه‌های دنیا که مجموعه هنری و تاریخی فوق‌العاده‌ای داره. هابیتن، یک پارک خطی که روی یک خط راه آهن قدیمی ساخته شده و منظره فوق‌العاده‌ای از شهر ارائه میده. بروکلین دومین بخش بزرگ نیویورک و به خاطر فضای هنری و زندگی آرامترش معروفه. این منطقه ترکیب از محله‌های مدرن و سنتیه. پل بروکلین، این پل نمادین که منهتن رو به بروکلین وصل میکنه، یکی از جاذبه‌های اصلی نیویورکه. میتونید روی این پل پیاده روی کنید و از مناظر زیبای شهر لذت ببرید. ویلیامزبرگ، این محله به خاطر فرهنگ هیپسترها و هنرهای خیابانی معروفه. ویلیامزبرگ پر از گالری‌های هنری، کافه‌های دنج و فروشگاه‌های ویترینیه. دامبو، این محله که مخفف زیر پل منهتنه، Down Under the Manhattan Bridge Overpass هستش، یکی از محبوب‌ترین مناطق بروکلینه. دامبو به خاطر مناظر زیبا از پل منهتن و خیابان‌های سنگفرش شده‌اش معروفه. پارک پروسپکت، این پارک بزرگ یه جای عالی برای دویدن، پیکنیک و استراحته. پارک پروسپکت همچنین میزبان کنسرت‌ها و رویدادهای فرهنگی مختلفه.
کوینز بزرگترین بخش نیویورک و به خاطر تنوع قومی و فرهنگیش معروفه. اینجا شما میتونید فرهنگ‌ها و غذاهای مختلفی رو از سراسر دنیا تجربه کنید. ساحل راکاوی یه ساحل زیباست که در تابستان پر از گردشگر و مردم محلیه. برانکس شمالی ترین بخش نیویورک و به خاطر فرهنگ هیپ هاپ و تاریخ غنیش معروفه. برانکس به خاطر هنرهای خیابانی و گرافیتی‌های رنگارنگش معروفه. تو این منطقه میتونید آثار هنری بزرگی رو روی دیوارها ببینید. استاتن آیلند جنوبی ترین بخش نیویورک و به خاطر آرامش و طبیعتش معروفه. فری استایتن آیلند این قایق‌های عمومی یکی از بهترین راه‌ها برای دیدن مجسمه آزادی و منظره‌های زیبای منهتن از دور هستند. حالا بریم سراغ یه مسئله خیلی مهم برای هر کسی که بخواد توی نیویورک زندگی کنه. هزینه‌ها. نیویورک یکی از گرونترین شهرهای جهانه. اجاره خونه توی منهتن میتونه حتی ماهی $3000 یا بیشتر باشه. اینجا خونه‌ها خیلی گرونن و وقتی صحبت از خورد و خوراک میشه باید بگم که نیویورک هیچ وقت کم نمیاره. یه وعده غذا توی رستوران معمولی میتونه حدود $20 باشه. و اینجا به یه نکته خیلی مهم میرسیم که باید بدونید. نیویورک خلاصه جای خوبی واسه هزینه نکردن واسه غذا نیست. اگه فکر میکنی میخوای با یه فلافل ساده و ارزون توی نیویورک زندگی کنی، باید بگم که اینجا اصلا اون شکلی نیست. نه، نیویورک پر از رستوران‌های لوکس و غذاهای خاصه که به راحتی میتونه یه وعده غذاش رو با قیمت‌های خیلی بالا پیدا کنی. البته اگه اهل غذای خیابونی هستی میتونی از دکه‌های خیابونی چیزای جالبی بخری، ولی همچنین باید آماده باشی که پول زیادی رو واسه غذا هزینه کنی. یکی از جذاب‌ترین ویژگی‌های نیویورک تنوع فرهنگیه. اینجا یه جاییه که مردم از سراسر دنیا با زبان‌ها، فرهنگ‌ها و غذاهای مختلف جمع شدن. نیویورک پر از محله‌هایی هست که هر کدوم یه هویت خاصی دارن. برای مثال توی چایناتاون میتونی غذاهای اصلی چینی بخوری یا توی لیتل ایتالیا از غذاهای خوشمزه ایتالیایی لذت ببری. این تنوع فرهنگی باعث شده که نیویورک همیشه پر از جشن‌ها و فستیوال‌ها و رویدادهای مختلفی باشه. جشن‌های مذهبی و فرهنگی از سراسر دنیا تو این شهر برگزار میشه. مثلا رژه روز سنت پاتریک و رژه شکرگزاری مسیح از معروف‌ترین رویدادهای سالیانه نیویورک هستند. نیویورک هیچ وقت نمیخوابه. این شهر شبا هم پر از انرژیه. اگه اهل شب نشینی و تفریح‌های شبانه هستید، اینجا بهشتیه برای شماست. از بارهای شیک و کافه‌های دنج گرفته تا باشگاه‌های شبانه بزرگ و کنسرت‌های موسیقی زنده، نیویورک همیشه یه جایی داره که بتونید خوش بگذرونید. به علاوه تئاتر برادوی یکی از معروف‌ترین جاذبه‌های این شهره. اینجا جاییه که میتونید بهترین نمایش‌های دنیا رو ببینید. خب زندگی توی نیویورک فقط هیجان و خوشگذرونی نیست. اینجا چالش‌هایی هم داره. یکی از بزرگترین مشکلات ترافیکه. خیابونا همیشه شلوغن و حرکت توی این شهر به کندی پیش میره. به علاوه زندگی توی نیویورک هزینه‌های زیادی داره که گاهی ممکنه خیلی آدم‌ها رو تحت فشار بذاره. با وجود همه چالش‌ها، نیویورک همیشه دنبال پیشرفت و تغییراته. پروژه‌های بزرگ ساختمانی، توسعه مترو و برنامه‌های جدید برای کاهش ترافیک همه نشون دهنده اینه که این شهر هیچ وقت از حرکت نمیافته. نیویورک همیشه یه شهری بوده که به آینده فکر میکنه و سعی میکنه خودش رو با نیازهای جدید تطبیق بده. خب بچه‌ها، این بود یه نگاه کلی به شهر نیویورک. اگه دوست دارید بیشتر در مورد شهرهای دیگه هم بدونید، یادتون نره که کانال رو دنبال کنید و روی دکمه سابسکرایب بزنید تا ویدیوی جدیدمون رو از دست ندید. ممنون که همراه ما بودید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.